دقیقاً چی شده که مدیرهای کمپانی هایپ مثل سگ و گربه افتادن به جون هم دیگه؟ Conflict between parent company Hype and the CEO of its subsidiary Adore, which manages girl group New Jeans, is looking to become quite ugly amid accusations of a takeover and rampant plagiarism. توی این پست میخوام بهتون بگم که بنگ شی هیوک و مین هی جین چه کاری به هم دیگه دارن که تیتر رسانه ها شدن و هی این میپره به اون میپره به این. کی داره درست میگه؟ اصلا اینجا این بدونیم کی داره چی میگه. با هم همراه باشید. به نظرم اول پست رو با این شروع کنیم که بنگ شی هیوک کیه. خیلی بهتره، چون که ممکنه کسایی باشن که ندونن. بنگ شی هیوک مؤسس کمپانی هایپ و در واقع مدیر کمپانی هایپ هستش و مؤسس کمپانی بیکیت که خیلیاتون میشناسید. این فرد 7 عضو BTS رو دور هم جمع کرد تحت نظر کمپانی بیکیت. فعالیتشون که ادامه پیدا کرد و این گروه که معروف شدن، کمپانی های کوچکتر دیگر رو خرید و چند سال، فکر کنم سال 2020 بود اگر اشتباه نکنم، که این لیبل ها رو همه رو جمع کرد یه جا و گفتش که همشون رو تحت نظر یک اسم به اسم هایپ قراره که فعالیت کنن. حالا بریم سوال دوم رو بپرسیم که مین هی جین کیه؟ مین هی جین یکی از کارگردان های در واقع ویژوال و کارگردان ها و تهیه کننده های کیپاپ هستش که ست هایی که خیلی از ماها به صورت بصری از آیدل ها میبینیم رو مین هی جین هم همون کار رو میکنه و در واقع کارگردانی میکنه پروژه هایی رو که آیدل ها دارن واسه آلبوم هاشون و اینا. مین هی جین عمده فعالیتش رو توی کمپانی SM تحت نظر لی سومن و کسایی که توی کمپانی SM پرچمدار کل کیپاپ بودن شروع کرد و اونجا واسه خودش اسم و رسمی به پا کرد با استفاده و نشون دادن حرفه و حرفه‌ای بودنش توی آلبوم های گروه های مختلف SM از جمله Girls' Generation، شاینی، EXO، Red Velvet و چند سال قبل مشخص شد که کمپانی SM رو ترک کرده و به هایپ پیوسته. حالا چیزایی که اینجا میخوام بگم نظر شخصی خودم ابداً نیست و همشون کالکشنی از نظرات عمده کاربرهای رسانه هاست که از طرف منتقدهای مختلف و اینسایدرهای این صنعت و سورس های مختلفی که منبعهای مختلف منتشر میکنن کالکت شده و گلچین شده و دارم بهتون میگم. همشون طبق منابع هستش. اگر که همه این جملاتی که من دارم میگم و انگلیسیشون رو سرچ کنید یه منبع بالا میاد واسهشون. پس من اینجا واسه خودم داستان رو تعریف نمیکنم. کالکشنی از چیزایی هستش که تو توییتر و سایت های مختلف خبری بوده. موقعی که خبر جدایی مین هی جین از کمپانی SM رسانه‌ای شد، همه خیلی شوکه شدن و منتشر شد که به خاطر اینکه پست کرده به کمپانی SM هایپ قبولش کرده و خب به هر حال اون موقع خیلی دراما بود پشتش و خیلی از این شخص خوششون نمیاد به خاطر اینکه بهش میگن که پروژه هایی که مناسب نبوده رو واسه یه گروه های SM انتخاب میکرده، باعث هیت های زیادی شده و یه جورایی نمیخوام دقیقا از کلمش استفاده کنم، پدوفیل میگن چی میگن، یوتیوب گیر نده و واسه کسایی که آیدل هایی که خیلی سنشون کمه خب پروژه هایی رو داره قبول میکنه که نباید. اگر که تمین شاینی رو سرچ کنید کنار این هرد میاد. خلاصه anyways کسایی هستن که کلا بعدشون میاد از این فرد ولی خب تو کارش هم حرفه‌ایه. کارایی انجام داده که آیکونیکن توی کل کیپاپ و توی حرفه‌ای بودنش شکی نیست. ولی اینکه کی چجوری کار میکنه اینم یه بحث جداست. خلاصه که وقتی که از کمپانی SM خارج شد شایعه‌هایی بود که میگفتن این فرد اطلاعات داخلی SM رو داره میفروشه و در واقع کی و کلید وارد شدنش به هایپ بزرگ این هستش که بهش یه سری اطلاعات داده و طبق چیزایی که الان داریم میشنویم چه اتفاقاتی بین بنگ شی هیوک و مین هی جین افتاده، اون شایعاتی که اون موقع شنیدم انگار که دور از ذهن نیست و انگار که راسته.
جاج نمی کنیم، فقط داریم اطلاعات و دیتا رو میدیم بهتون. چیز دومی که میخوام بهتون بگم اینه که سال 2020-21 مشخص شد که این فرد رفته تحت نظر کمپانی هایپ و کارگردانی پروژه های آرتیست های تحت نظر هایپ رو به عهده گرفت. کاری که واسه گروه های دختر مختلفش انجام میدادن، سورس میوزیک، بیکیت، چیزای مختلف، و اینو کردن انگار لیدر و هد تیمای بزرگی که پروژه ها رو کارگردانی میکردن، تا اینکه این فرد به بنگ شی هیوک گفته که میخواد لیبل خودش رو اداره کنه و به واسطه همین کمپانی ادور متولد میشه و شکل میگیره و گروه نیو جینز تحت نظر این فرد و این لیبل، تحت نظر مین هی جین و ادور فعالیتشون رو شروع کردن، اونجوری دبیو کردن و این بود داستان استقلال و مستقل شدن مین هی جین از کمپانی اسم و حتی بیکیت. توی ادامه پست حالا قرار بگیم که داستان این دو نفر همه چی خوب پیش رفته. بنگ شی هیوک اصلا یه لیبل زده به نامش و انگار که یه کوین بوده توی هایپ. ببینیم که چی شده که اینا دارن میزنن سر کله هم دیگه. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه اول ویدیو هم بهتون گفتم که یهو هایپ یه خبر رو رسانه کرد، اینکه داریم مدیر اجرایی و مدیر کل ادور رو برکنار میکنیم و برکناری یه چیزی یعنی اخراج کردنش. گفتن که مین هی جین رو داریم اخراج میکنیم و این قضیه خیلی تیتر رسانه ها شد، اینکه چرا این اتفاق افتاده. هایپ دلیلش رو در واقع بنگ شی هیوک دلیلش رو اینجوری رسانه‌ای کرد، گفتش که این فرد خواسته که مستقل باشه. از چی مستقل باشه؟ یکم بذارید بیشتر درباره سیستم هایپ بهتون توضیح بدم. ببینید کمپانی هایپ یه کمپانی واحد مثل YG، مثل SM، مثل JYP، مثل اینا نیستش. کمپانی چند لیبلیه. چیزی که اولا بهتون گفتم، یک گروه نوظهور در واقع با اسم BTS بیکیتش بزرگ شد و سود کرد و کمپانی هایی که از قبل بودن با سیستم خودشون اونا رو خرید و انگار که هایپ یه کالکشنی از کمپانی های مختلف با ژانرهای مختلف و با سیستم های مختلف با مدیرای مختلفه. اینجوری نیستش که مثلا کمپانی SM یه فردی به اسم لیسومن داشته اونا رو شکل داده گروه های مختلف تحت یه عنوان. نه، ببینید هر لیبلی واسه خودش گروه مختلف داشت و انگار که چند تا کمپانی دور هم جمع شدن و این سیستم چند لیبلی، این که وفادار باشی به اسم یک برند، به اسم هایپ، یه سری قانون دارن تحت عنوان خودشون که هر مدیری باید چقدر سود بده به کمپانی، چه کارهایی رو باید انجام بده، چه جوری کلا عمل کنه و این چیزیه که خب قانونایی که خودشون دارن. ولی طبق چیزایی که اینا گفتن خب یه حد و مرزی هستش دیگه، که اگر که با حمایت من با اسم هایپ اگر که پیشرفت کردی باید یه چیزی به هم برگردونی. ولی انگار که مین هی جین اقدام کرده به مستقل شدن و بیکیت اعلام در واقع بنگ شی هیوک اعلام کرده این میخواد مستقل بشه، انگار که داره سود میگیره ازمون و اینا. و چیزی که مین هی جین در جوابش گفتش این بود که بنگ شی هیوک و هایپ دارن چی میگن. اسمشون چقدر مثل همه. ادعا کرد اینکه 80% لیبل ادور متعلق به هایپ هستش و 20%ش فقط متعلق به منه در واقع، و گفتش که من چطور میتونم با 20%ی که دارم مالکیت کل این زیر مجموعه رو به عهده بگیرم و چیزی که امکان پذیر نیست واقعا. و این قضیه از طرف دیلی اسپورت گزارش شد و چیزی که مین هی جین گفتش که اول به خودم بهشون گفتم که یک گروهی توی یک لیبل دیگه ای از کمپانی هایپ دبیو کرده به اسم آیلیت که درام‌های مختلف خودشونو دارن، احتمالاً تو پست مختلف توی یه پست دیگه دربارش صحبت کنم. ولی مین هی جین نگاه کرده سیستم اینا رو دیده که مثل نیو جینز دبیو کردن و شباهتایی توی کار اون کارگردان با کارگردانی خودش توی این گروه دیده و انگار که این بازخورد رو داده به کمپانی بی‌اعتنایی کرده و انگار که بنگ شی هیوک ریجکتش کرده، ایش اطلاعی نداده بهش و میگه این بی‌اعتناییشون باعث شد که من هی پیگیری کنم تا اینکه توی تیتر اخبار فهمیدم که منو دارن اخراج میکنن و دقیقاً متنی که گفته رو من ترجمهش رو اینجا دارم. مین هی جین در واقع گفته که هایپ قصد لکه‌دار کردن افراد از طریق انتشار افکار عمومی در جهتی غیر از اصل مشکل رو داره یا به جای اینکه بخواد حقیقت رو بدونه چیزی رو که میخواد رو باور میکنه
من به عنوان یک فرد میترسم گرفتار این تهمت بشم، تهمت‌های نمایشی و جنگ افکار عمومی بشم. من تعجب میکنم که هایپ چنین کاری رو در یک زمان مهم حرفه نیوجینز انجام داده. این اتفاق 4 روز بعد طرح اعتراض من در رابطه با فعالیت‌های آیلیت اتفاق افتاد، در حالی که من منتظر پاسخ هایپ بودم. به نظر نمیرسه که هایپ به وضعیت یا برنامه هنرمندانش توجه کنه و برنامه‌های خیلی مهمی پیش روی نیوجینز هست. بنابراین ما در حال بحث و گفتگو هستیم. لپ مطلب کلامش این بود که من گفتم آیلیت داره از من کپی میکنه، کارگردانشون رو جمعش کنید. بعد از روی تیتر اخبار متوجه شدم که دارن منو اخراج میکنن و این اخراج شدنه توی زمان خیلی مهم نیوجینز داره اتفاق میفته و منظورش این بود که بیاد صدمه نزنین و اینجوری یه جوری انگار من قربانیم اینجا. من قرار نیست هیچ طرفی رو جاج کنم توی این ویدیو. قرار نیست بگم من طرف مین هیجینم یا من طرف بنگ شی هیوکم. فقط میخوام بگم که چی گفت. اون گفته که هایپ گفته ما یه سری مدارک پیدا کردیم توی لپتاپ و سیستم و فایل و داکیومنتاش که این داشته از ما سود میگرفته و این هم میگه که نه من فقط کپی اون یکی کارگردان از خودم بهتون گزارش دادم و این چه کاریه، بیاید کار کنیم و اینجوری. تا اینجای قضیه it doesn't make sense، اصلا درست در نمیاد. هر دو طرف دارن چیزای مختلف میگن. ولی چیزی که درباره مین هیجین میتونم بهتون بگم اینه که هایپ باید حواسش به این آدم بود، چرا که وقتی یه نفر به صاحب خودش خیانت میکنه، از نظر من به تو هم خیانت میکنه. و اینکه تو یه جوری اگر که این شایعه درست باشه که زیرا به کمپانی اسم و مدیراش و آیدل هاشو کنار بنگ شی هیوک زده که بیاد توی زیر مجموعه این کار بکنه، اصلا از مین هیجین بعید نیستش که به خودت هم خیانت کنه. پس انگار که بنگ شی هیوک میدونه که این قشنگ میتونه خیانت کنه، به خاطر همین همچین انگی زده و زود لپتاپشو گرفتن. حالا جزئیات کار رو خیلی بیشتر جلوتر بهتون توضیح میدم. دیسپچ هم اومد یه بیانیه جدید صادر کرد. حالا جواب دیسپچ چی بود؟ ببینید دیسپچ کمپانی هستش که این چیزای آرتیستا رو پوشش میده، ولی موضوع اینجاست که طبق شایعاتی که هست کلا کمپانی دیسپچ عمده پول و بودجهشو از باجگیری هایپ میگیره. یعنی انگار هایپ به این پول میده که کاراشون بکنن و اگر دقت کرده باشید رسوایی‌های مختلفی که از طرف هایپ از طرف دیسپچ منتشر میشه واسه آیدل‌های مختلف، اون آیدل‌هایی هستن که اتفاقا توی صنعت رقیب آیدل‌های هایپن. یعنی از کمپانی‌های دیگه مثل جی وای پی، مثل وای جی، مثل اس ام. و چیزی که شایعه که هست انگار که هایپ اسپانسر دیسپچه. حالا بریم ببینیم دیسپچ، کسی که خیلی وقتا پشت هایپ رو میگیره، چی گفته. طبق گفته های خودیای صنعت، مدیرعامل مین هیجین مدت هاست که به دنبال استقلال بوده و اون مخفیانه به سراغ افراد داخلی رفته. افراد داخلی منظور همون کارکنایی که تو اینجا کار میکردن و به دنبال راهی برای خرید سهام هایپ در ادور بوده. گفته شده که مین هیجین به اشتباه اطلاعات حساس داخلی رو درباره هایپ به دست آورده و همچنین گفته میشه که اون از یک کارمند هایپ برای سرقت اطلاعات محرمانه استفاده کرده. قشنگ مثل فیلم‌های هالیوودی. این قابل درکه که هایپ در حال حاضر مقدار قابل توجهی از شواهد در مورد سوء رفتار مین هیجین جمع‌آوری کرده. گفته میشه علاوه بر سرقت اطلاعات، گزارش‌هایی از سوء استفاده‌های داخلی هم وجود داره. یعنی انگار اینا میگن ما یه مدرک داریم و طبق این مدرک داریم حرف می‌زنیم. حالا مدرکشون چیه بود نمیدونم واقعا. و کلا چیزی که هست اینه که مین هیجین خیلی حساسه. هر دفعه سر پروژه‌های مختلف هر کاری واسه نیوجین انجام میده میگه که بقیه هم من کپی کردن. این توهمش رو خیلی وقتا دیدیم دیگه. یعنی همین دیروز من توی چنل تلگرام امانگ توری گذاشتم که گروه رایز، گروه نسل 5 کمپانی اسم، گروه پسرانن، فکر کنم گروه پسرانن، حالا لایتسیکشون رو منتشر کردن و اینا اومدن گفتن که شبیه نیوجینزه، شبیه لایتسیک نیوجینزه. یا کانسپت اون گروه ها هی ربط میدن به این، یا کلا یه سری گروه های دیگه که عمدتاً رایز و آیلیت رو در نظر میگیرن که مین هیجین هی میگه که اینا هم من کپی کردن. یعنی چیز جدیدی نیستش که مین هیجین بگه بقیه دارن از من کپی میکنن. حالا anyways حالا دیسپچ اومده که جوری که نیوجینز تشکیل شده رو منتشر کرده. میگه که چی جوری مین هیجین اومد نیوجینز رو در واقع به عنوان یک گروه
درش آورد. گفتش که نیوجینز سال 2021 کارآموزای سورس میوزیک بودن. وقتی که مین هی جین در سال 2019 به هایپ پیوست، نقشش تو این شرکت به عنوان مدیر ارشد برند و نظارت بر برندها در سراسر زیر مجموعه هایپ بود. یعنی ببین رسما از کمپانی SM چربش کردن، گفتن که بیا بکنیمت مدیر ناظر رو همه لیبل‌های کمپانی. ببین دیگه از SM چه اطلاعاتی آورده داده به این که همچین مقام و منصبی رو واسش دادن. حالا اون قرار بود اولین گروه دخترانه سورس میوزیک رو آماده کنه، با این حال اون میخواست اول لیبل خودش رو رهبری کنه. بچه‌ها اینجا یه پست دیگه قراره درباره اینکه مین هی جین پدر کشتگیش با سورس میوزیک با چه ربطی با دیسبندی جی فرند و چه پدرکشتگی با لسرافیم و چه کاری با اسپا، همه اینا رو قراره بهتون بگم که در آینده ها. ولی اینکه چی جوری نیوجینز رو دیبیو داده اینجوری گفته و گفته که میخواد لیبل خودش رو داشته باشه. ادور متولد میشه. بعد از تاثیر ادور، مین هی جین، مینجی، هانی، هرین، دنیل و هین، اسمشون رو درست نمیدونم دقیقا الان، فارسی نوشته شده دیگه، از سورس میوزیک که کارآموز بودن انتخاب کردن. سال 2001 به ادور منتقل شد. این دقیقا همین اعضای فعلی نیوجینز رو میگه. هزینه‌های دوره کارآموزی آموزش رو هم به سورس میوزیک واگذار کرد، یعنی کارآموزا رو مفتکی برد کمپانی خودش. این چیزی بود که توی ترجمه دیتا یا لپتاپم دارم. خلاصه این بود از جزئیاتی که چرا این دو نفر دارن میپرن به هم دیگه. داکیومنت ها و جزئیاتش رو بعداً بهتون میگم. ولی در همین حال طرفدارای نیوجینز هم کامینای اعتراضی فرستادن جلوی کمپانی هایپ و گفتن که مین هی جین باید، یعنی به مدیر خودشون گفتن باید دست برداره از لکه دار کردن وجهه آرتیستاش. توی اون کامینای اعتراضی میگفتن که ما میخوایم نیوجینز تحت نظر هایپ فعالیت کنه، اگه کسی هم قراره بره باید مین هی جین بره و چیزایی از این قبیل. حالا ایلگان اسپورت گزارش داد 24 آپریل گزارش داد که مین هی جین دارایی‌های اطلاعاتی شرکتی که درخواست شده بود توسط هایپ رو به عنوان بخشی از حسابرسی بر نگردونده. یعنی 24 آپریل خبر اومد که هایپ خواسته همه لپتاپ و همه چیزایی که متعلق به کمپانی رو بهشون بدن تا بازرسی کنن ببینن آقا یا اینا خطایی ازشون سر زده یا نه. همه مدیرات دادن اینو، مین هی جین لپتاپ و چیزای خودشو نداده و اینم رسانه‌ای شد. هایپ گفته که تو داده های کمپانی ادور فایل هایی پیدا کردیم، این خیلی جذابه، به اسم نذارید دست هایپ بهشون بخوره و فرار نهایی. یعنی 2 تا فایل بوده، نذارید دست هایپ بهش بخوره و فرار نهایی. دیگه نمیدونم انیمیشن چیه واقعا. حالا وسط این داستان ها یه گزارشی هم منتشر شد که آقا اصلا این مین هی جین که داره خودشو میکشه، من آیکونیکم، من همه چی رو خلق میکنم، از یه کمپانی، از یه گروه ژاپنی اسکی رفته بابت کانسپت گروه نیوجینز. دیگه نمیدونم. ببین من خودم از اینام که بیاد ول کنیم، یعنی این کپی کرد از اون کپی کرد از این، ولی اگه واقعا یه کسی خالقه اثره کفری میشه دیگه. حالا مین هی جین میگه من خالقه این اثرم کفری شده، نمیدونیم. این جزئیات کلا این قضیه بود. یعنی جزئیاتش رو خیلی قرار تو پست‌های مختلف بگم، نمیخوام یه پست 40 دقیقه‌ای درست کنم مثل اون پست لوکاس، چون که این اخبار تازه است، هر آپدیتی باشه توی پست‌های مختلف میگم. پس حتما کانال یوتیوب مانگتور رو داشته باشید، چون که میخوام هر سوء ظنی واسه این آیدل ها هستش رو کلا بنگ شی هیوک چی میگه، مین هی جین چی میگه، چون یه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد مین هی جین و توی اون خیلی چیزا گفت، خیلی کارا کرد، توی یه پست جا نمیشه واقعا. یعنی من قشنگ باید جدا کنم که این قضیه گروه اکسو، گروه شاینی، گروه اسپا که از کمپانی SM چه ربطی به اینا دارن، از این ور لسرافیم، جی فرند و آیلیت چه ربطی به اینا دارن و چه انگی به BTS این وسط زده شده، بنگ شی هیوک چی کار کرده بعد این گندا، نمیدونم یه جادوگر میاد وسط که جادو و سحر کرده بابت شمل میگن فکر کنم اگه اشتباه نکنم،
اون جادوگره همدست مین هی جین بوده، از این ور بنگ شی هیوک با کیا همدست بوده. یعنی یه اخباری در اومده که باید تو پست‌های مختلف راجبش صحبت کنم. حتما اگه دوست دارید درباره هر موضوعی نمیدونید تو کامنت ها واسم بنویسید، اونو اولویت قرار میدم واسه صحبت کردن. و اینکه دوستتون دارم حتما کامنت بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و چنل رو به دوستای خودتون هم نشون بدید. دوستتون دارم. فعلا خدافظ.